سلام. امروز یکی از روزهای تابستون پارساله، اما من این ویدیوها رو قبلا واسه شما گرفته بودم که بذارم و طبق معمول همیشه وقت نکردم. امروز ویدیوها رو ادیت کردم و گفتم برگردیم به تابستون لندن و بریم مرکز شهر لندن رو با هم ببینیم. توی لندن رفت آمد با ترن و اتوبوس خیلی راحته. یعنی شما هر نقطه شهر که باشی و تصمیم بگیری بری اون یکی نقطه شهر، به راحتی با ترن و با اتوبوس میتونی خودتو برسونی. خیلی هم کم هزینه و سریعه. خوش اومدید به سنترال لندن، یکی از مناطق بسیار زیبای لندن و البته جایی که جاذبه اصلی توریستیه. یک کتاب باز هر جا که بره اول از همه کتابخونه‌اش رو پیدا میکنه. اینجا یک کتاب فروشی خیلی بزرگ و باحال بود که همه مدل کتاب داشت. 2-3 طبقه بود که من یک کوچولو بهتون نشون دادم.
این رستوران باری که میبینید یه بار خیلی معروفه که توش یه فیلم خیلی باحال ساختن به نام Last Night in Soho. این بار دقیقاً توی محله سوهو قرار داره. مثل همیشه میگم هرچی از زیبایی‌های لندن بهتون بگم کم گفتم. لندن واقعا توی تابستون و بهار مثل بهشت میمونه. جای همگی شما خالی. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. منو به دوستاتون معرفی کنین و یادتون باشه که من هر هفته با یه ویدیوی جدید میام پیشتون. فعلا خداحافظ.